سلام به تمامی دوستان، اینجا پرسلنگ هیتاچی. امروز اومدیم با یک گیره بادی. این یک دبه باد ترمز لودره که منبع روغن رو قطع کردیم و فقط منبع بادشو باز گذاشتیم، بهش باد وصل کردیم و گیره هم جوری طراحی کردیم که برای گرفتن گوشا پرس های شلنگ ها استفاده بشه. بسیار قوی و سریع. و اینجا هم یک گیره هیدرولیکی داریم با جک هیدرولیکی با پمپ هیدرولیکی. اینجا هم یه دسته براش هستم که نگرش داره. تو این جک این قسمت یه فنر بسیار قوی داره که باعث میشه به عقب برگرده و من این شیر رو اینجا گذاشتم تا بتونم اونو نگه دارم. بسیار کاربردی و قدرتمند.